فضل الله المجاهدین باموالهم بانفسهم الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم بانفسهم. بابا به مال کی میتونیم کمک بکنیم؟ چرا ما در کمک مالی؟ والله واجب است، مثل نماز خوندن واجب است، مثل روزه گرفتن واجب است، این انفاق واجب است. اولین سوالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است: تو در زمینه این همبستگی اسلامی تو چه کردی؟ پیغمبر فرمود من سمع مسلما ینادی لا یال المسلمین ولم یجبه فلیس مسلم. یعنی گفت هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، یعنی مسلمانان به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدانم. چه مانعی داره که ما حساب برای اینها باز بکنیم؟ چه مانعی داره که یه مقدار کمی از درآمد خودمون را اختصاص به اینها بدیم؟ چرا یهودی های دنیا، حتی یهودی های ایران، کمک بکنن ملت دیگر اونها را تحسین میکنن، بارک الله میگن، ملت بیدار میگن، ولی ما نکنیم؟ چرا نکنیم؟ مردم بیدار اون مردمی هستند که فرصت شناس باشند، درد شناس باشند، حقایق شناس باشند. من وظیفه خودم رو گفتم، وظیفه من فقط گفتن بود و خدا میدوند جز تحت فشار وجدان خودم و وظیفه خودم چیز دیگری نبود که باید بگم و وظیفه خودم میدونم، وظیفه شما میدونم این کمک مالی را، و وظیفه خودم میدونم که اینو بگم، و وظیفه هر خطیب و واعظی میدونم. در هر خطیب و واعظی من واجب میدونم که همچه حرفی رو بزند. شما ببینید مراجع تقلید بزرگی مثل آیت الله حکیم رسما فتوا میدهد که کسی که در اونجا شهید میشود اگر نمازم نخونه شهید در راه خدا، و دیگران هم. پس بیایم به خودمون ارزش بدیم، بیایم به کار خودمون ارزش بدیم، به فکر خودمون ارزش بدیم، به کتابه های خودمون ارزش بدیم، به پوله های خودمون ارزش بدیم، خودمون در میان ملل دنیا آبرومند بکنیم. من نمیدونم، خب توی خودمونیست دیگه، باید گفت روز عاشوراست. میخونیم ما علت این که دولت‌های بزرگ جهان چندان درباره سرنوشت ماها نمیاندیشن این است که معتقدن مسلمون غیرت نداره. فقط این یکی، آمریکا را فقط همین یکی جری کرده است. میگم مسلمون جماعت غیرت ندارد، مسلمون جماعت همبستگی ندارد، مسلمون جماعت همدردی ندارد. یهودی که برای پول میمیرد، دلیلم داره، راستم میگه یهودی که جز پول چیزی را نمیشناسد، یهودی که خداش پول است، زندگیش پول است، حیاتش پول است، مماتش پول است، در یک همچه مسئله حساسی که میرسد روزی 1 میلیون دلار به همکیشهای خودش کمک میکند. ولی 700 میلیون مسلمان دنیا کوچکترین کمکی به همکیش خودش نمیکند، سنار برای همکیش خودش نمیفرسته.